بعض راه‌ها از بیرون روشن معلوم می شوند. راه‌هایی که مردم کف می زنند، تعریف می کنند و می گویند درست همین است. اما آدم وقت پا به دل آن راه می گذارد، آهسته آهسته خودش را گم می کند. نه به خاطر این که نیتش بد است، بلکه به خاطر این که همیشه نیت خوب راه درست را نشان نمی دهد. این قصه آدم هایی است که می خواستند درست بروند، اما نفهمیدند کی، کجا و از کدام جا راه تغییر کرد. نماز نمیخوانی؟ میخوانم، باز میرم پیش پدرم. دیروزا از کارت که فکر کردن زیاد شده. یک ماه رمضان گفتی دفتر نمیرم، فکر کنم میخوای یک ماه رو فکر کرده بری. بعض فکرها اگه گفته شود روزای نچندان خوش آدم خرابتر میشه. پدر جان اجازه است؟ یا بچه. سلام. علیکم السلام بچه. نان خوردن؟ جان قربان خوردم. پدر جان، اگر آدم یک کار خوب انجام بده اما دلش صاف نباشه، قبول میشه به نظرتان؟ بیبی جان و پدرم، کار خوب بدون دل صاف مثل راه رفتن با بود تنگ است
میرسی به مقصد، اما بسیار با درد، بسیار با رنج، بسیار با تکلیف. ببین احمد جان، ما بازم برات میگم، پشت میگپا نگر. ماه رمضان از خودت میفهمی. پارسال ویدیو ما یادت رفت، در ماه رمضان برنامه میساختیم، چطور وایرال میشد، چطور ویو میگرفت. همین هر برنامه مینداختیم اول میشد، همین هر برنامه میگرفتیم اول میشد. یادت رفت؟ بازی کاری که ما تو میکنیم لالا، این برای یک چند نفر دیگه هم که پول دارن، تواناییشو دارن، بر از نام گپ خوب از کنام تشویق میشن. یک نفر دیگه هم ما تو دیده از ما تو یاد میگیره، کمک کردن شروع میکنه. من نمیفهمم این چی کار غلط است. سیکو لالا قبول دارم گپت صحیح است، اما بازم یعنی فکر میکنم که غلط است کار ما. همون سالم زیاد کسا بود که از ما خفه شدن از خاطر ترا والا بیادر ایلا که پشت از میگه پاره. احمد جان، کاری که ما و تو میکنیم لالای نازنینم، این مثل فکر کو که مثل خرما و ثواب است. ثواب و خرما میگیم نه، هم خرما هم ثواب. هم کسی که برش کمک میشه بر از او فایده است، او خوش میشه، او به خانه خود نان میبره. هم تو بیادر در بین مردم نان میکشی. از این راه سیکو کدام کار بد نیست، کدام استفاده جویی نمیکنیم ما و تو. صحیح است خیلی. تو که میگم این کارو میکنی. حالا لازم در فکر دیگه پا نباش. این وقت ما هم پور احساسی هم کمریت هست. کمری ما خراب شده، لمزش خط افتاده. هم کمره رو بیار از خرید کده. برو بیار که زود کده ناشام میشه. برو بیار کار خود شروع کنی. زیاد تشویشی رای چیزی نزن رفیق. ما تو دفعه اول ما کنیست رونا. بیخیزیست. برو بیار. کمره رو بیار که زود بریم. سارا امی کمریم کجاست؟ باز میخوای از کدام غریب بیچاره ویدیو بگیری؟ تو خیر پشت نمیگه پاره گرفتی. من خوب میفهمم که چی کنم. هر کاری که میکنم، هر ویدیویی که میگیرم به خاطر چیزی که یک خدمت یک خیرم به مردم برسه. کار خیر یک تصویر میشه، اول دل آدم دیده میشه. تو پشت از گپا نگرد. از گپا کده کارهای خانه رو زود خلاص کو، به شب یک چیز خوب به افطار ده. غیر پشت نمیگه پاره گرفتی. من برم کمره ما بر. خدایا مادر، جان مادر، به افطاری چیز نداریم؟ بخاطر که بسری هم چیز نخوردیم.
بچه میگن چیز جور میکنم خب راستی که همسایه گفته بود که امروز بیا به کلاشویی اونجا میریم کلاشویی باز پیسه که داد بر بچه یک چیز باز به افطار سعی جور میکنم. سری نخوردن خیلی چی رقم کار میکنی؟ جان مادر مسیرم هستم هیچ گپ نیست خستم نیستم تو را که دارم همه مشکلات حل است انشالله. مادرها قوی می باشنه تو که باشی پیش من هیچ گپ نیست گل مادر. راستی بچه چیز است کوچه است توی حسابش من چادر رو بگیریم میایم. بریم ببینیم کی بود خیرتی باشه به این وقت روز کی آمده در کوچه است. خب آقا جان کل شد میرفتی؟ گرفت یم سیشتون رقم برای شما است؟ سیس آره ببین که ماده خوراکی میاده ویدیت دی یارو ما میگیرم تو مقصد متوجه باش وقتی دفعه پیش ولی نشه هم که دروازه رو باز کنم ویدیو رو شروع میکنم و یک چیز بسیار مهم است که خود معرفی میکنی بگو که دو کمک از طرف کوسه ما سکن درام کردین به یک فامیل نیازمند سیگا یاد نره بخاطر که بسیاری کامنت میمونن میگن که نمیگین از کجا میکنی شما چه رقم چرا کی بسیار مهم است. برو بخیر. سلام برای همه شما امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین. قسمی که میبینین آمده ایم خانه یکی از هموطنان ما که بسیار زیاد نیازمند هستن و سلام رمضان است یک مقدار مواد خوراکی کمک رمضانی گفتن بر شما از طرف دوستای خیرخواه ما و خود ما بر شما آوردیم. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین بخیر باشین. امیر اگر اجازه تان است که بریم براتون داخل خانه بریم. عکس میگیرن عکس ویدیو بگو نگیرن خیر. ویدیو؟ اینا خب به خاطر برنامه ما ضرورت است باید بگیریم. خانه حالا صحیح است که شما کمک میکنین خیر ببینم آبرو عزت ما مهم است نه مردم میبینم اگه چی فکر میکنن. میگه ویدیو نگی ایراد جان. خوار جان درست است که آبرو عزت شما مهم هستند شما کدام فکر غلط نکنین همین بحثای کمکی را از ما زحمت کشیدین روان کردین برای ما و ما مسئولیت داریم که به شما و به دیگه فامیلای نیازمند برسانیم. اگر ویدیو نگیریم خب باز ما بعد از نو چه رقم نشان بدیم که آیا این بحثا برای نفرای درست رسیده یا نرسیده. ما هم به این فکر برای ما بکنین که ما مسئولیت داریم در مقابلشان. خب میفهمم دیگه نمیشه که اگر کمک کنین نگیرین عکس و ویدیو چیزا. والا اما جان تو بفهمون دیگه من نفهمم من نتونستم اورجا ما کدام کار خراب نمیکنیم خود همکارم شد ما چطور نمیفهم. رحمت برنامه ما تو بهتر میفهمی که نگیریم کی میشه بذار برنامه ما تو کی میشه. راست میگن. بخیر رقم مگه که نمیگیرن برشان بگو که نمیگیرن با ما مجبور هستیم بریم خانه دیگه زابنیم به خاطر هر جایی که ما بریم باید تصویر خالدی کنیم رفیق. چی کنیم؟ بگو کار نشیم خیر است. نه خوب جان کار نمیشه خب میسازد ببخشید مگه میدیمی برنامه ماست که ما باید این کار رو نشان بدین که بریم. زنده باشی سلامت باشی. شریف خیر بریم. بگیر اون راست خط کلا. گیره. قربانم. بیا قوی آدم هستی آدم بیا. یوسف جان بیا بچه. برو داخل برو. بیاین بیادر. ببخشید. خواهش میکنم. خب کمیت خیلی کرد کن. اینا رو میمونم یادر. او اینجا بان. چی میکنی؟ اونجا میمونه. همینجا بان که تصویر خوبیه باز. خب خیر من اینجا باز میپرتم در ویدیو. اندازم سیس. بخیر. سیس باش. رکورد کن. باش پدر. مایک تان است؟ هست برو یادر. خب دوستا قسمی که میبینین آمدیم بعد داخل خانه هموطن ما همکارای ما خدا خیرشان بده بعض مواد خوراکی دیگه که بود
آوردن امروز ما کمک کردن ایره ما آوردم. قسمی که از وضعیت زندگی از اینا میبینین که بسیار زیاد خراب است دیگه. انشالله که این مشکلات و جنجال اثر همه هموطنای ما خلاص شود بخیر. صحیح است؟ یاد کنم بگم چیزی. تشکری که دی هست. تشکری خب پسند میکنیم دیگه. چیکار داری دیگه؟ میدونی برای فعلا صحیح است. خب دیگه چی کنیم بگو. گرفتی از اونجا ویدیو گرفتی؟ از اونجا گرفتم. خب فعلا این طرف بیاین که معمولا از اینا تصویرشون بگیرم. خب باز باقی برنامه را من خیلی این طرف میم. صحیح است. چطور سیگل کاکا؟ نام چیست؟ یوسف جان. آفرین شیر کاکای خود. حالا نابرد ویدیو میگیرم. تشکر کاکا از دوستای خود که براتون این کمک کار کرده. خوب گل کاکا. خیر او را که نمیگیری نگی. گل جان مادر دو اتاق. صحیح است. دو اتاق. خب احمد جان خب خیر باشه. خیر خودت مال میکنم. خب خداحافظی کو. بازم تشکر یادت نره. خب دیگه چنل رو بگو که سابسکرایب کنن. باز همیشه ایده خلاص کنم. باز او تصویر دیگر مندازی در بین وقفه تصویر خانه را کتابی ها را باز میگیرم. کتابی ها دل جمع باشه. خب باشه خب بریم آماده؟ یک لحظه. ریک. خب ازا تشکر از همه شما که تا این لحظات بیننده برنامه ما بودین. انشالله برنامه ها ادامه داره. ماه مبارک رمضان است. شما میرم تو هموطنایتان کمک بکنین، دستشان بگیرین تا ای که از جنجالا و مشکلات خلاص شوند بخیر. چینل ما را سابسکرایب بکنین به خاطر حمایت بیشتر. درست شد؟ آمین الله زنده باشین. بخیر باشین. زنده باشین. بیادر سلامت باشین. میخواستم یک چیز بگم. امی ویدیو رو خود گرفتین میشه که امور نپرتین یا که داریم یک چیز بندازین معلوم نشین. خب این خب ما میگرفتیم که باید نشر کنیم دیگه. یا که امور این ما رو پات میشه میکنین خوب میشد. روی شما یعنی نه خار گل ما در پایین بر شما فهماندم. من شاید فهمانده نتونسته بوده باشم. اینی می روند برنامه ماست. ما این کار در هر جایی که میریم همین کار انجام میدیم و یعنی شما تنها نفری نیستین که ما رفته باشیم. در طول ماه مبارک رمضان پیش از و بعد از او این برنامه کمک رسانی است به فامیل های نیازمند. دیگه اینی میگه ما ایرا بدون از این کنم مانا نداره دیگه که ما شما هیچ رای نداره یعنی نمیشه در ادت احمد خودت از مکه خودتر میفهمی. خبر کار یک روز درون ما تو نیستی. تو باید بر از نام بفهمانی که یعنی ما کدام قصد خاصی نسبت بر از اینا نداریم. درست از بیادر میفهمم. خیر ایرج راضی نبودی از پایین میگفتی چون ما حساب ده هستیم برای مردم. همونجا نمیگرفتیم برای کسایی که کمک روان کرده میگفتیم که نمیخوایم کمک. بیادر جان خیر است. خفه نشین قار نشین زنده باشین. ببخشین زحمت هایتان. معلوم میبود بیادر. صحیح شد دیگه بریم. درستی بودیم. اما همین هیچ حساب از تو نفهمیدم گمش کو. خلاص تو کار تا بری. نه خلاص هستی. زنده باشین. بخیر باشین. ما سعی نصیبتان کنه. زنده باشین. زنده باشین. اگه میگین آشپز نه سلامت باشین. خودم میبرم بیادر. زنده سلامت باشین. خدا خیر نصیبتان کنه. تشکر. بخیر. آدم چی میگی؟ چی شد مادر رفتن؟ جانم مادر رفتن. چرا ویدیو میگرفتن؟ خب بچه‌م به خاطر که کمک کردن خبرنگارا بودن ویدیو عکس گرفتن. اگر نمیمونن ویدیو بگیرن همین کمکایی که آورده بودن پس میبردن که خود گل مادر خود. ما مجبور هستیم به خاطر که هیچ سودا چیز در خانه نبود. گفتیم خیر اما تشویش نکن جان مادر نخواد روی ما مالم شوه. یک کار خواد کردن گفتم شانه. شما چی میفهمیم شاید یه دفعه روی ما رو چکنم؟ نه انشاءالله گپ نمیشه جان مادر تشویش نکن. اگه پدر زنده می بود این روزا رو نمیدیدم. به خاطر کمک عکس و ویدیو ما رو بگیرم. از هیچ چیز ما رو خوار نماندم. چی زندگی داشتی اما حالا سعی کن چشم براسم که یکی بر ما کمک کنه. بازم خیر بچم.
تو تشویش نکن هستم هیچ گپ نمیشه دیگه. هر چیزی که آورده برنج باید پخته کنم شو مکرونی کنم چی پخته کنم جان مادر به افطار؟ هر چی که شما میگن سعید جان مادر برو وضو نمازیت که من میرم میارم میبرم آشپزخانه. چی پخته میکنی؟ و علیکم السلام. ویدیوی تو دیدی؟ چطور وایرال شده؟ خوب است دیگه، بد نیست. کامنت های مردم رو خواندی؟ خواندم، مردم از دیگه یگان تا خوب میگه یگان تا بد میگه. مهمی است که ما کار خیر انجام دادیم، این مهمتر از همه چیز است. اگه از کارت راضی میبری خودت دقیقه جگر خون نمیبری. چی پخته میکنی گفتم؟ برنج امروی قرمه بانجان سیاه. سلام مجدد بر همه شما، امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشید. قسمی که میبینین آمده ایم خانه یکی از هموطنان ما که بسیار زیاد نیازمند هستند و رمضان است. یک مقدار مواد خوراکی کمک رمضانی گفته بر شما از طرف دوستای خیرخواه ما و خود ما بر شما آوردیم. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین، بخیر باشین. امیر اگر اجازه تان است که بریم براتون داخل بریم، داخل خانه بریم. عکس میگیرن عکس ویدیو بگو نگیریم خیلی. اینا خب به خاطر برنامه ما ضرورت است باید بگیریم. خانه حالا سعی است که شما کمک میکنین خیلی ببینم آبرو عزت ما مهم است، نه مردم میبینم اگه چی فکر میکنن. پدر جان اجازه است؟ بیا بچه. سلام. قبول باشه. قبول باشه. پدر جان، ما امروز یک تعداد مردم کمک های رمضانی به خانهشان بردیم. هدف ما کار خیر بود،
اما وقتی که ویدیو گرفتیم و نشر کردیم، زیادتر کسایی که او را دیدن همگی میگن که شما خودنمایی کردین، ریا کردین. نمیفهم. جان پدر، خودت میخواستی کار خیر کنی یا میخواستی خیرخواه معلوم شی؟ بچیم، آدم گاه از نان فقیر استفاده میکنه تا گرسنگی خود سیر کنه، گرسنگی دیده شدن. پدر جان، خیر من چی کنم؟ اگر کمک بکنم به این رقم که مردم ببینن خب بد است، اگر نکنم دل خودم طاقت نمیکنم. بی بچیم، اگر چراغ بر رضای الله روشن باشه، در تاریکی ها راه برات نشان میده. اگر بر خواسته مردم چراغ روشن شد، حتی به اندک یک پفم خاموش میشه. پس من میخوایم کار امروز من اشتباهی را که انجام دادیم درستش کنم.
اوهو بیادر کلی کار دارین خیرتی؟ سلام، خوب هستین؟ نترسین، تنها آمدیم. کامرامن چیزی همراه خود ناوردیم کسی ویدیوتان نمیگیره. خیرتی باشه دی وقت شو. من راستش نمیخواستم شما مرا ببینین، اما میخواستم یوسف جان ببینم اگه امکان داشته باشه. خو یک دقیقه. یوسف جان بیا جان مادر که کاکا احمد تا مرا کار داره. بیا جان مادر. بیا بچیم خیرتی باشه. دی وقت شب کاکای تا مرا. جان مادر. اوه این چی هستن؟ سلام. خوب هستین صحتمند؟ سلامت باشین. من راستش خیرتی از این وقت شو. آمده بودم که از شما معذرت بخوایم. امروز واقعا کار اشتباه کردیم، هم من و هم رفیقم. از همون وقتم احساس خوب نداشتم تا ای که رفتیم و رفیقم ویدیوی شما را نشر کرد. فقط تنها کاری که در ذهنم آمدی که بیام و از شما معذرت بخوایم. امروز بچه هم زیاد جگرخون شد، بسیار زیاد دیگه که میگفت فیلم ما نشه و عکس های ما نبره مادر. من مادر هستم دیگه به یک رقم دلداری دادم شد. اما خود من به تشویش بودم که باش که چی میشه، اما خودت هم دیده که از روی مجبوریت ما راست میگن، یعنی کار ما واقعا اشتباه بود. میره درک میکنم و ایره آوردیم که برای یوسف جان بتم و معذرت میخوایم. خیر از شما هم به خاطر وظیفه‌تان مجبور بودی، هیچ مشکل نیست بیادرکم. نه هیچ ضرورت نیست. نه خواهش میکنم. ایره یوسف جان یه از خودت است. بیک و مرا ببخش. شکر. من امروز واقعا هم خودت جگر خون ساختم، هم مادر جان تا لطفا مرا ببخش. به یک شرط میبخشم که دیگه از ما ویدیو نمیگیرم. وعده است دیگه ویدیو نمیگیرم. کوشش میکنم از هیچ کس دیگه ویدیو نگیرم. این ضرور نبود که تا پشت دروازه خود به تکلیف می‌ساختی دی وقت شب. خیر است. تنها کاری که در ذهنم آمد همین بود و فکر میکنم که این میتونست من آرام بسازه که اما ترم شده. فکر میکنم یک بار بسیار سنگین از سر شانه‌ام پایین شده. میفهمم. ما اول جگرخون بودم و تشویش بودم، اما شما هم از روی مجبوریت، شما هم کارگر هستین. خب خیر، زنده باشین، سلامت باشین. خداوند خیر نصیبتان کنه. بیاین خیر پیاله چای بالا افطار. زنده باشین. نه میرم خانه که ناوقت شده و شما را وقت خواهر گفتم مثل خواهرم هر وقت هر چیز کار داشتین آزادانه میتونین بگین. زنده باشین. همین که گفتین برای ما رسید. شکر که هستین. زنده باشین. الله احمد خیر ببینی. خداوند خیر نصیبت کنه. زنده باشین. خداحافظتان. خداحافظ یوسف جان. خداحافظ. تشکر بسیار زیاد. بخیر باشین. شکر خدایا. سلام. سارا، رفته بودم خانه لیلا خواهر. یک ویدیو وایرال شد رفتی که باز ازش ویدیو بگیری؟ به خاطر ویدیو گرفتن نرفته بودم. تنها رفتم. هیچ کس را همراه خود نبردم. من رفتم که ازشان معذرت بخوایم. هم از یوسف معذرت خواستم، هم از لیلا خواهر. تمام.
خوب کار گرفتی. روز میری مردم به عزت میکنی، با شب میرشون مزرعت میخوایی. سارا، من یک اشتباه کردم، ضرور نیست که باز تو تا آخر عمر مرا تانه بتی. بیبی احمد، مشکلی نیست که تو اشتباه کردی. مشکلی است که تا امروز یک دفعه هم که شده گپ مرا گوش نکردی. هرچی بود نبود، به آخر گپ تو شد. رفتم چیزی که حقشان بودم و کار کردم، ازشان معذرت خواستم، تمام دیگه. گپ تو شد. حالا که دوباره حق گفتی، خیلی باید اول حق مرا بدی. حق تو چیست؟ ما میفهمم کارت نبیه بیادر، اینجا پارا بر تو زنت یاد میده. بان که زندگی خدا کنه و تو هم زندگی تکو بیادر. مردم هر گپ میزنه دیگه. صد مرتبه شوش احمد بگو من چی کنم؟ هیچ گپ ما گوش نمیکنم. حامد رقم است؟ 100%. دلت خوش هست، دلت خفه.